دوستان سلام، امیدوارم عالی باشید. در این ویدیو میخواستم در مورد بیماری درماتیت سبورایی یا شورای سر یا اگزمای شورایی صحبت بکنم. این درماتیت بیشتر نوای سر و صورت رو و همچنین نوای چیندار بدن رو گرفتار میکنه و علائم شامل پوست شدن، ایجاد چربی پوست هست و همچنین گاهی اوقات در اثر قارچ‌های مانند مالاساژ یا فرفور ایجاد میشه. در مورد اینکه این بیماری میتونه نوایی چرب بدن رو بیشتر گرفتار بکنه، اتفاق نظر وجود داره. از نظر علائم گفتم شامل پوست شدن، خارش هست. از نظر درمانی هم یا درمان شامل طب خانگی است، استفاده از ژل آلوورا و غیره و روغن زیتون و از نظر درمان های شیمیایی شامل استفاده از شامپوهای ضد قارچ هست و همچنین استفاده از ضد قارچ های خوراکی هست. باید بدونیم که هر گونه شوره سری در واقع نوع درماتیت سبورایی هست و باید بهش توجه بشه و گاهی اوقات بدون درمان خوب میشن. این امیدوارم که مفید بشه.